یه شاعر جوونی هست مرتضی خدایگانی، غزل شگفت انگیزی داره، میگه من درختی کلاغ بر دوشم، خبرم درد میکند بدجور. کلماتو چه جور داره استفاده میکنه؟ یک کلاغی که خبر بد میاره، بعد آدم آزرده میشه. من درختی کلاغ بر دوشم، خبرم درد میکند بدجور. ساقه تا شاخه هم پر از زخم است، تبرم درد میکند بدجور. یک اشاره بدون انگشتم، اثرم درد میکند بدجور. هرچه کوه بزرگ میبینی همگی روی دوش من هستند. عاشقی هم که قوز بالا قوز، کمرم درد میکند بدجور. تو فقط صبر میکنی تجویز، من فقط صبر میکنم یک ریز. بس که دندان گذاشتم رویش، جگرم درد میکند بدجور. بستری کن مرا در آغوشت، با دو نقش شعر و هوا باران. مرغ عشقی بدون همزادم، که پرم درد میکند.